پس از 25 سال کشتار رحمان سفرعلیف، یک امام سابق ناحیه حصار قبر او را شکافته 8 آهنپاره و 2 استخوان آرنجش را برای تشخیص بیرون آوردند. متخصصان گفتند که این کار روز 5 اکتبر با طلب خانواده رحمان سفرعلیف و با نیت پیدا کردن قاتلانش صورت گرفت. نزدیکان آن میخواهند که قاتلان این پدرش و نزدیکانشون آشکار کنند و جنایتکارا به جزا کشیده شوند. نماینده های پروکراتور و تشخیصگاه همین صبح قبر را باز کردند و جسد را مورد آموزش قرار دادند. استخوان دستی پدرم میشه شکستگی گرفتند و باز من بود آهنپاره هایی که از بدنی میت شد گرفتند. باز لباس های خونین پدرم که همون وقت در تنش بود ما برو باز یک دندونش هم که شکستگی بود لباس هاش کتی گرفتن بردن همین شعبه کریمینالیستی قطعی دادستانی حصار با نماینده های مقامات حفظی. پیوندان رحمان سفرعلیف در قتل پدرش جمال الدین منصورов رئیس سابق ناحیه و وکیل پیشین پارلمان و چند مقام آن وقته حصار را گمانبر می‌دانند. ادعایی که منصورов آن را رد می‌کند. به اطلاع مقامات دادستانی ناحیه حصار طی یک هفته اخیر در رابطه با این کشتار 25 سال پیش از 4 نفر بیانات گرفته شد. همینطور آنها در صحبت با ما گفتند که فعلا چیزی گفته نمیتونن، تنها پس از پوره آموختن و از تشخیص کردن آنها بعد به مطبوعات در رابطه با این مسئله و جزئیات آن به ما گزارش خواهند داد. دادستانی ناحیه حصار میگوید پس از انجام پروره پرسش شاهدان و آموزش سندهای دیگر تصمیم خواهند گرفت که با این پرونده چیکار کنند.